مهرونه سال تولدش 2007 و عبداللهیوا خانمان سال تولدش 2006 ساکن شهر حصار، همزمان حسینова صبرینا سال تولدش 2006 ساکن شهر ترسونزاده در حالت مدهوشی قرار داشتند. طبق خلاصه تشخیص مرکز نارکولوژی معین گردید که نامبردگان ماده پسیخوتروپی متامفетамین استعمال نمودند. کجا شد پیروانی آسیا و آیشه، کجا شد شرم و حیای پیروانی آمینه، کجا شد شرم و حیاتان امتای محمد. ای رفتاری دخترا بوی قیامت اومد بنا مسلمان نو، رکوردی کفر از زدن ماه شریف رمضان بقلشکش شکاف کردن، روزدارن گفته تشکیل کردن فاحشه خانه. ای رفتاری ای بنده ها بوی قیامت اومد بلد چی بلو زده اخی نسل نورس 2006 دخترک نرکمان شده 2007 والا حالا نمیکنه ای احال کودکان صاحبیشو نمیکنه. لعنت به همو پدر و مادرایی که سراغ فرزند نمیکنن تنبال دختران. بعد هر هفته در سپر و رادیو آزادی دختر نوبالغ 6 هفتهشان گم شده.